برسیم اونجا باید خیلی سریع. آروم. وای چه عالی، اینجا رو ببین جواب داد. من ساده رو بگو که نگران بودم سینتون رو بهت ترکونم. چیکار کنی؟ داره چیکار میکنه؟ اینطور که به نظر میاد داره قلبمونو با ترازوی عدالت و پر حقیقت وزن میکنه. اون زمان مسی و اعتقاد داشتن که قلب انسان نشون میده در طول زندگی چطور آدمی بوده. در صورتی که ترازو تا انتهای سفر به توازن برسه، به روح اجازه ورود به نیزار داده میشه. اگه به توازن نرسن چی؟ از کشتی میندازمتون پایین. بعدم مردگان شما رو تا عالم دوباد پایین میکشن و تا ابد وسط شنا خشک میشه. تو کشتی من جایی برای ارواح نامتوازن نیست. این قانونه. براتون آرزوی موفقیت میکنم بچه‌ها. حرفای این اسبابی برام مهم نیست. به هیچ وجه نباید از اون پایین سر رد بگیریم. ضمناً سمت نیزارم نمیریم. خب حالا پیشنهادی داری؟ اگه کار به اونجا کشید، اسبابی رو میکشیم و کشتی رو میدوزیم. بکشیمش؟